ای برادرم و خواهر مسلمان، وقتی که به تو مصیبت رسید، مشقت به تو به شدت رسید و تو را دلتنگ کرد و اذیت داد و غمگین کرد، پس به همون ذات مناجات بکن که همه مشکلی ها در نزد او حل می شود و همه غمگینی ها را او دور می کند و تو را از این سختی و بلاها دور می کند. و بهترین وقتی که تو در همان وقت به الله مناجات میکنی و راز و نیاز خودت را میگویی، این نصف شب است. از علی رضی الله عنه روایت است که قال: ما كان فيها فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأينا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يسلي ويبكي حتى أصبح. در جنگ بدر پیش از این که جنگ شود، شبانه، شب فردا جنگ می شود، همه خوب کرد، همه صحابان خوب کردند، یگانه کسی که بیدار به شبش گریه و ناله کرد و دعا میکرد، دستش رو برداشته این رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم سختی ها رو، مشقت رو، وزنینی ها رو با دعا کردن و با همین نماز خوندن میگذرانید و طلب کمک میکردند از الله به واسطه نماز و دعا. خود الله این رو امر کرده، گفت: استعینوا بالصبر والصلاه. طلب کمک کنید با صبر کردن و با نماز خواندن. صبر کن و نماز خون. صبر و نماز سبب میشه که نجات میاد، مشکلی ها برطرف میشه. و این روایتی که از امام علی رضی الله عنه روایت کردیم، در روایت حکمش صحیح است. امام احمد در مسندشون با رقم 973 روایت کرده و در صحیح غریب روایت شده است. پس از عمرو بن از پدرش از باباش روایت میشد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله غزوه تبوک قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه رجال اصحابه يحرسونه حتى صلى وانصرف اليه. رسول الله صلی الله علیه و سلم سالی غزوه تبوک، یعنی وقتی که به غزوه تبوک رفته بودند، نصف شب خستند، نماز تهجد خواندند که صحابگان در عقب رسول الله ایستاده رسول الله را پاسبانی میکردند، رسول الله را حراست میکردند، رسول الله نماز تهجد را خواندند و بعد از این باز به جایشون بازگشتند. حدیث صحیح است. امام احمد در مسندشون با رقم 6707 روایت میکنه. پس این دلالت میکند که رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینچنین صحابگان صالحان در وقتی که به بالشون اگه مصیبت شدت میومد نماز تهجد میخوند. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که به امت اسلام موحدین همین نماز را در همه حالت خواندن را نصیب بکنه.